دخترا بله علیه جوگیرش کردیم، اما به نظرتون اوستا محرم کجا میخواد ببرتش؟ یادت فرخ خان چی گفت؟ این دختر بیچارم این همه به خودش رسیده، یه جایی بعد نبردش. کاش میتونستیم بفهمیم. وایسا ببینم. خیلی دیره. آیدا ببین چی میگم. تو اصلا اوستا محرم خارج از کار با لباس رسمی دیدی تو حالا؟ نه، یعنی همیشه با اون لباسش میاد. وای ای داد بیداد. دوبله شده در استودیو جری. اوستا خودتی؟ وای باورم نمیشه. اوستا توپ شد. خیلی ممنونم دخترا. لیلا خانم اینجا؟ آره اینجاست. اینجاست. لیلا خانم جون، در مقابل درخششتون گلم کم آورد. خیلی ممنونم. اگه آماده این بریم. البته بریم. با اجازتون دخترا بفرمایید لطفا. وای دیدیم بچه دیدیم گریه نکن. گریه نکن. بیا یکم چیز شده. فکر کنم یعنی چیز شده. کاش پای سرشون آب میریختیم فیروز خانم. هنوز کسی نیومده بگه از اینجا بریم. خیلی عجیب نیست؟ من یه چیز عجیب تر بهت بگم. تو الان یه جای بلند نشستی، یه جای خیلی بلند. یه 2 ساعتی هم میشه. به ترست غلبه کردی یا اصلا همچین ترسی نداشتی؟ ببین سعی میکنم فکر نکنم، وگرنه الان پام حس ندارم. ما چرا نمیریم بورانک؟ نمیدونم. من گفتن رفتن چیزی رو عوض نمیکنه. بعدش تو اومدی اینجا نشستی، منم یهو دیدم کنار تو نشستم. گشنه‌ای؟ مگه اینجا هم سفارش میارن؟ یعنی تا این حد؟ آخه اگه من الان بخوام از اینجا بیام پایین مطمئناً میافتم. برای همین نظر چی ریسک نکنیم ها؟ امتحان بکنی؟ نه من واقعا اصلا آماده نیستم. نه منظورم این نیست که بلند شی، منظورم اینه که سفارش بدیم. دمیر، دستت اینو
کار منه؟ نه کار تو نیست. شاید موقعی که افتادیم اینطوری شد. دمیر، من خیلی معذرت میخوام، درد میکنه. تا قبل از اینکه تو بگی اصلا متوجه نشده بودم. باشه، باید یه چیزی بهش بزنیم وگرنه ورم میکنه. ورم کنه؟ نمیمیره. بیخیال لروکس. ببین وداد گفت خیلی وقتی که نیومدم اینجا. منم محض احتیاطی چیزایی واسه خوردن خریدم. وداد به این خونه رسیدگی میکنه؟ دیگه خونه وداته. اون خریدتش. دمیر، خواهش میکنم نکن. مگه چی کار کردم؟ دمیر به من نگاه نکن. چرا؟ یعنی نمیتونم عشقمو نگاه کنم؟ لروکس باشه، فقط میخوام نگاه کنم. چیزی نیست. لروکس خواهش میکنم. لروکس خیلی عمیق نبریدی، اما بازم باید روش چسب زخم بزنیم وگرنه همینجوری خون ریزی میکنه. خون ریزی کنه. الو وداد، ببخشید نتونستم بهت زنگ بزنم. نه جونم، کل روز هیچ خبری ازتون نشد. منم نگران شدم ببینم چی کار میکنیم. با هم دیگه حرف زدیم؟ درست حسابی براش تعریف کردی؟ سعی کردم تعریف کنم اما انگار خیلی موفقم نبودی. خیلی عصبانی شد. دستش هم با چاقو برید. با اون حالش دستش چاقو هم دادی؟ دمیر خیر باشه، چی کار کردی؟ وداد اصلا حال و حوصله ندارم. تو بگو ببینم چسب و زخمی چیزی تو خونه داری؟ تو همون باید باشه. یه نگاهی به کمدش بنداز. باشه، ممنون. پسر شما خوبین؟ ببینم جدی دارم میپرسم. نمیدونم وداد، سعی میکنیم خوب بشیم. جور دیگه نمیتونم فکر بکنم. باشه، تو برو چسب و زخمو پیدا کن. احتمالاً برای پانسمان یه چیزایی باید اونجا باشه. برو یه نگاهی بنداز، بعدن حرف میزنیم. باشه، ممنون. معذرت میخوام لروکس. دمیر، ولم کن. این حالمو خوب نمیکنه. الان اصلا حالمو هیچی خوب نمیکنه. فقط اون پسر چیزی که امروز دید و کل عمرش برای همه تعریف میکنه. پسره گفت فکر نمی کردم اینقدر کار خطرناکی داشته باشم.
گفت وقتی طبقات پارکینگو بالا می اومدم کم کم نگران شدم. درسته ما کلی خندیدیم و تفریح کردیم، اما من دلم واسه یه پسر خیلی خیلی عجیب بود. حتی نگهبانام ازش نپرسیدن کجا میره. نگهبانا میدونم ما اینجاییم. چجوری میدونم؟ بهشون گفتم ما رو یه جورایی نادیده بگیر. تو کی با کی صحبت کردی؟ ما که با هم بودیم. البته که من حرف نزدم، به یکی پیام دادم تا اون به جام حرف بزنه. آها، یعنی میگی یه آشنا داری که اونم یه آشنا داره. تأثیرگذار بود. پس انگار این بالا هم آشنا داری. مسخره نکن. من و ودادیم. خیلی بچه خوشگل و دوست داشتنی بودی دمیر. به تو گفته بودم که دیگه اون بچه نیستم. جدی گفتم. اون بچه دل شکسته و اون آدم دل شکسته همشون تو گذشته موندن. زندگی هیچی به این راحتی. اینجا شبیه خونه ماست. اینجا خونه ماست. آره، خونه ما. من تو خونه بزرگ شدم تا موقعی که بفرستنم مدرسه شعبان روزی. برای همین اون خونه رو خریدم. برای همین نمیخواستم از اونجا برم. اون اوایل خاطرهایی که اونجا داشتم برام خیلی مهم بودن، اما بعدش تو معنی اون خونه رو برام عوض کردی. من نمیتونم درکت کنم دمیر. خیلی دارم تلاش میکنم اما تو رو درکت نمیکنم. یه آدمی که چون یه چیزایی رو ازش مخفی کرده بودم اینقدر شکسته شد، چطور میتونه این همه چیز رو ازم مخفی کنه؟ چرا؟ اینا چیزایی بودن که سعی داشتم فراموششون کنم. برای همین سعی کردی از طریق شرکت بابای ایلول به خودش پیام بفرستی؟ برای همین خونه‌ای که توش بزرگ شدی و خریدی؟ منظورت از فراموش کردن گذشته این بود؟ آره همینه. چون اینا چیزایی هستن که اگه باشون رو در رو نشی مثل روح دنبالت میافتن. خواستم باشون رو به رو بشم و پرونده همشونو ببندم. حتی بستم. واقعا نمیتونی اینو ببینی؟ لروکس، تو واقعا به احساسات من شک داری؟ ذهن من خیلی آشفته است. میخوای با فرار از من از این مسائل خلاص بشی؟ نمیخوام از تو فرار کنم، نه، اما نمیتونم من بمونم. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. باشه، از این لحظه به بعد حرف نمیزنیم. یعنی اگه سوالی بپرسی البته که جواب میدم، اما تا همین. الان اگه میخوای بی صدا شاممونو بخوریم. دلم نمیخواد هیچی بخورم، فقط میخوام بخوابم. باشه. پس فقط من با بنیامین خان آشنا نشدم. طرف افسانه بود.
بی خیال داداش، اون موضوع واقعا خداییش حساسه. حس میکنم هر لحظه ممکنه پیداش بشه و بهمون تولد بده. آره آدم عجیبی بود، اما برای دمیر و لروکس خیلی خوب شد. حتی اومد خونه ما تا ما رو ببینه. من روانشناسای زیادی رو دیدم اما اینجوریشون ندیده بودم. خب همچین آدمی نیست، یعنی حتی مجوز کار طرف ازش گرفته بودن. وای من بازم این کارو کردم ها. اصلا هیچی تو دهن من نمیمونه. داداش فقط این موضوع دمیر نمیدونه. خوشحال میشم اگه ندونه. میدونین دیگه، چون من بنیامینو بهشون معرفی کرده بودم، برای همین میگم. نگران نباشه ابراهیم جون، رازت پیش ما همه. فقط این اکیپ خیلی خوبه. خدا رو شکر همه فول انرژی هن. من تو گلخونم زندگی حوصله سربری دارم. نه اونطوری نگو، اونجا خیلی قشنگه. گلخونه قشنگه اما به مراقبت‌های زیادی نیاز داره. مثلا گیاهایی هستن که شبا باید آبیاری بشن. الان باید برم به اونا برسم. دارین میرین الان؟ با اجازهتون یکم کار دارم. وداد خیلی خوشحال شدیم که اومدی، خیلی ممنونی. منم خیلی خوشحال شدم که اومدم. بابت دعوتتون ممنونم. فیروزه خانم خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. این چه حرفیه؟ پس من تو رو بدرقه کنم داداش. باشه، یه روز بیاین گلخونه، اونجا دور هم دیگه جمع بشیم. تو ردیفش کن ابراهیم. باشه با من. شب بخیر. به سلامت. من تو رو خیلی دوست دارم دیوونه. منم تو رو خیلی دوست دارم. خیلی. صبح بخیر. صبح بخیر. اول یه صبحونه بخوریم، بعدش بریم قدم بزنیم. نظرت چیه؟ دمیر من میخوام برگردم خونه الان، همین الان. میشه؟ باشه، اما اول بهتره یه چیزی بخوری، بعدش قول میدم سری را بیافتیم. اگه اینطوری حالتو بهتر میکنه. شروع کنیم. صبح بخیر مروه. صبح بخیر. دوبله شده در استودیو جن. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. قهوه آوردم، میخوای؟ یه قهوه جدیده دوستم برام آورده. ای البته که میخوام، گوش تا اینجا اومده خیلی خوبه. باشه الان میارم. منم از کیک فروشی یه چیزایی آوردم، با قهوه میخوریم. وای
معمولا زیاد شیرینی نمیخورم، اما امروز استثنا میکنم. البته بفرمایید، اینا برای وگان است. خیلی خوبه. از اینا میشه خارج از کشورم فرستاد؟ برای دوستاتون؟ یعنی احتمالاً با پست میشه فرستاد. یه خبر خوبه دیگه؟ یه خبر خوبه دیگه داری؟ آره انگار دارم. یعنی امروز مشخص میشه. وای امیدوارم همه چی درست پیش بره. قهوه چطوره؟ هنوز تستش نکردم، الان میخورم. واقعا خیلی خوبه نه؟ به خدا عاشقش شدم. مروه خانم حالش بهتره؟ چی بگم؟ بهتره بگیم به مرور زمان خوب میشه. نه زمان درمان هیچی نیست. یعنی زمان انگار از داخل میکوبتت، فقط یه جورایی گولت میزنه میفرستدت بری. فرخ خان جلوی مروه که از این حرفای انرژی منفی نمیزنی، نه درسته؟ براک خانم در مورد این موضوع بهتون هشدار داده بود. راستش براک خان این اواخر بد جوری بهم گیر داده، اینو متوجه شدم. در ضمن من انرژی منفی نمیدم، اون شعار عوضیش یعنی برا این کارو میکنه. فرخ خان جون محض رضای خدا چه نخد غور میزنین؟ یکمی فکتونو ببندین جونم. راستش بنده چه حرف بزنم چه نزنم، برا وکیل گرفته، میخواد دختره بیچاره رو طلاق بده. حکمشم تا 1-2 روز دیگه میاد. نگین نگفتن؟ آخ بورا مگه میشه در حق این مربارید خوشگل این کار کرد؟ همش تقصیر مامانشه. والا شرکت به سریال رسوایی تبدیل شده. یعنی مروه و بورا مخفیانه ازدواج میکنن بعد طلاق میگیرن. دمیر خان قانون ممنوعیت عشقی میذاره اما خودش عاشق لروکس میشه. ببین نیستن. این همه کار رو سرمون ریخته، معلوم نیست دارن چیکار میکنن. از بوراک هم که بپرسی اونم که بله. کاش دمیر خان به جای قانون ممنوعیت عشقی قانون ممنوعیت غیبت میذاشت. چی کار کنم؟ میخوای اینو من بزنم؟ جان لروکس با ابراهیمینا بعد از پیکنیک اون شیرینی فروشی که ما رو بردی، گفتی اینجا یکی از مکانهای قدیمی منه. با ایلول میرفتین اونجاره؟ میزم داشته؟ گفت هر وقت که میام سر اون میز میشینم. منظورش این بود که هر وقت با تو میرفته اونجا، نه؟ هر کاری که با من انجام دادی با اونم انجام دادی؟ مثلا این خونه اونم آوردی اینجا؟ نه. با اونم اینجا زندگی میکردی؟ توی استانبول؟ یا اینکه تو ژاپن؟ لروکس چیه لروکس؟ نپرسم؟ جواب این سوالات اصلا منطقی نیست، اونم برای زمانی که تو وجود نداشتی. باشه، پس باید از یه پنجره دیگه به موضوع نگاه کنیم. خیلی خوب، باشه دمی. باشه، نمیپرسم، اما نمیتونی بگی بهش فکر نکن. دیگه ذهنم با اختیار من کار نمیکنه. قلبم دیگه روی خودم کنترلی ندارم. اونا برای زمانی بود که تو نبودی. حتی نمیدونستم تو وجود داری لروکس. الان میخوای در مورد اون زمان از من حساب پس بگیری؟ وقتی نمیدونستم قراره با دختری مثل تو آشنا بشم، ترجیح میدادی منتظر کسی میموندم که اصلا نمیشناختمش؟ مشکل من گذشته تو نیست، قاطی شدن گذشتت با امروز. اما در مورد امروز نمیپرسی. حتما اونم بوسیدی، نه؟ اگه موضوع اینه کسای دیگر هم بوسیدم لروکس، اما همه اینا قبل از آشنایی با تو بوده. شبیه کشیشا که نیستم. باشه دمی، بگذاریم. داری موضوع رو کش میدی. من سعی نداشتم اینو بگم.
Dört yanında öldüğün duvarlar, sana tutunsa kayboluruz. Yalnızlığın parçalar bizi, yok oluruz sen bana. Yorgun uzakta bir ada, kapkara denizin dinmedi fırtınan. Sen bana uzakta ıssız bir ada, ben hala vururum her gece kıyıda. Benden sonra sana kadar içimde öyle bir boşluk var. Sana anlatsam kayboluruz. Yalnızlığın parçalar bizi, yok oluruz sen bana. Yorgun uzakta bir ada, kapkara denizin dinmedi fırtınan. Sen bana uzakta ıssız bir ada, ben hala vururum her gece kıyına. Sen bana yorgun uzakta bir ada, kapkara denizin dinmedi fırtınan. Sen bana uzakta ıssız bir ada, ben hala vururum her gece kıyına. Sen bana yorgun uzakta bir ada, kapkara denizin dinmedi fırtınan. Sen bana uzakta ıssız bir ada, ben hala vururum her gece kıyına. Ben hala vururum her gece kıyına. وقتی بهش پیشنهاد ازدواج دادی قصد داشتی کجا زندگی کنی؟ میخواستی اینجا باش زندگی کنی؟ تو خونه‌ای که توش بزرگ شدی؟ نه، اما احتمالاً در موردش فکر کردی. حتما از ذهنت گذشته. میخواستی اتاقا رو چی کار کنی؟ مثلا اتاق منو، اتاق بچه. میخوام قهوه درست کنم. تو آدم برنامه ریزی هستی دمیر و میدونم همیشه برنامه 10 سال آینده‌تم میریزی. دوست داشتی ماه حسر کجا باهاش بری؟ جزیره های استوایی؟ بالی، مالدیو، یا اینکه اینجور جاها یکم برات پیش پا افتاده بود؟ اسمش چی بود؟ یه سریال مشهور رو توش بازی کرده بودن. چی بود؟ آها، دوبرانیک.
چی شد؟ اونجا هم برای تو پیش پا افتاده است؟ کوبا چی؟ ها؟ میدونستی هاوانا خیلی جای رومانتیکیه؟ یکی از دوستام گفت شایدم ویتنام یا کامبوج، اونا هم خوبن. من همینجوری دارم اسم میبرم، اما تو حتما خیلی از این جا رو رفتی مگه نه؟ نه؟ حتی شایدم با هم رفتیم، احتمالاً با هم همه جا رفتیم. راستی شما دیگه کجاها رفتید؟ داری چی کار میکنی لروکس؟ من هیچ کاری نمی کنم. من بهت گفتم که نمیتونم جلوی افکارم رو بگیرم. آدم ناخواسته بهش فکر میکنه. جاهایی که با هم رفتین و میخوام از رویاهام پاک کنم، همش همین. اونا چجور جایی هستن؟ هر جایی که با هر کی رفتی. خیابونایی که دست تو دست هم قدم زدین، مثلا سایبونایی که تو شبای بارونی زیرش پناه بردین و اونجا یکی رو بوسیدی. داری کجا میری؟ میخوام دوش بگیرم و لباسم عوض کنم. راستی تو کتابخونه یه کتاب تور دنیا هست. میتونی درباره هر گوشه دنیا که میخوای رویا بافی کنی، چون که نه تو این شهر و نه کشور دیگه‌ای، نه تو این سیاره و نه تو سیاره های دیگه، هنوز توی شب بارونی زیر سایبون تو رو نبوسیدم. ای خوشگل خوبی؟ یه چیزی بگم، به طرز مزخرفی حالم خوبه، اما این اصلا نشونه خوبی نیست. حالا چرا؟ چون که تقریبا نزدیکای ظهره و از گلدریم خان خبری نیست. هیئت مدیره هم جمع نشدن، پس معلومه که یه نقشه‌ای داره. اصلا به این فکر نکرده بودیم که اونم میتونه حمله کنه. فکر کردیم همین که عکس‌ها رو ببینه شکایتش رو پس میگیره. تو خیلی مصمم بودی، اعصابت خورد بود و نتونستی خوب بهش فکر کنی. آی امروز خیلی گرمه. منم نتونستم بهت بگم نه. بیا بریم. چی کار کنیم؟ تاوانشو پس میدیم. به هر حال به این عادت داریم. یه چیزی بگم، خیلی زود تصمیم گرفتیم. آرتمی به خاطر این جریمه ورشکسته میشه، از ما هم شکایت میکنن و چون با هم تهدیدش کردیم به یه باند سازمانی یافته تبدیل میشیم و حتی اگه زندانم نریم کارمونو با یه لکه بزرگ ادامه میدیم. آره. وقتی اینجوری میخندی نمیتونم. همه اینا به خاطر دمیره. نه به خاطر دمیر نیست، به خاطر اینه که زودتر میخوام از اینجا برم. نه من دمیر رو میگم. اول دمیر خان رو عصبانی کرد، بعد حالا یه چیزی بگم اومده بودم آرتمیمو نجات بدم، اما الان دارم نابودش میکنم.
دیگه تو دادگاه هم نمیتونیم اعتراض کنیم. بابام عاشق این کار من میشه. بابای من آتیش میگیره مثل بخاری آتیش میگیره. دیدی بخبر چی شد یهو؟ وای خیلی عجیب به هم نزدیک بودن. خدا میدونه چی شده اما خیلی به هم نزدیک شدن. وای خیلی. چی دارین پچ پچ میکنین ها؟ من چی از دست دادم؟ یه خبر خیلی بزرگ از دست دادی. تو هیئت مدیرمون بوی عشق میاد. چی داری میگی؟ دختر بوراک و ایلول خانم بدجوری با هم صمیمی شدن. من که به شما گفته بودم. وای خدا، حرفی که خودم زدم من فراموش کردم. آخه من چطور حواسم به اونا نبود؟ آره مگه نه؟ این چجوری اتفاق افتاده هستیه؟ ببین اصلا حواست نیست. دارم کم کم ازت ناامید میشم. چه ربطی داره جونم؟ سرمون شلوغ بوده. خب یادم رفته دیگه. این چه حرفیه مروه جون؟ حق داری حسمیه جونم. یعنی کل بار روابط احساسی شرکت رو دوش توه، درسته؟ آیدا تو دیرت نشه ها. تو هپی پای کلی کار داشتی. تو دیگه بهتره بری زود. آره راست میگی. پس من برم وسایلمو جمع کنم. برمیگردم. خب زود باش. من لپتاپم برمیدارم. خب یعنی دیگه بر نمیگردم تو شرکت. بقیه کارا رو تو خونه انجام میدم. امروز هم که رئیسم هم نیومده. چیزه میخوای منم باهات بیام؟ اما یه نفر باید مراقب براک باشه. اطلاعات اینجا با من، بقیه‌اشو تو خونه با هم دیگه حرف میزنیم. باشه. شما الان رمزی با هم حرف زدین؟ دارین چیزی ازم مخفی میکنین؟ نه جونه. خب منم باهات میام هپی پای. حالا با هم میریم، بعدشم من خودم برمیگردم شرکت. نه اسمیه جون ممنونم از حد، اما تو نمیخواد خودتو خسته کنی عزیزم. من خودم میرم. ببینم تو کی دیدی من خسته بشم؟ وا انگار بدون منم میتونین از پس کاراتون بر بیاین. زود باش بریم. دوبله شده در استودیو جم. خب اوضاع چطوره؟ همه چی رو به راست؟ یعنی چی؟ شما که قرار بود 2 روز اونجا بمونی. ابراهیم خان میخواد به من نشون بده که میشه با عشق قدیمیت دوست باشی. باورت میشه؟ میگه میخوام ببینم اگه یه روزی یه جایی ببینمش تا صبح میلرزه یا نه. بالاخره خودش حلش میکنه. حتی به هر حال فردا که میریم شرکت ایلول بازم همونجاست. برای همین روبرو شدن با تو خیلی سخته. بیش از حد کاملی. من کامل نیستم، فقط سعی میکنم کار درست رو انجام بدم. راستش از وقتی ایلول اومده اینجا به یه چیزایی فکر میکنم. اینکه سهاممو بفروشم، همینطور خونم. من واقعا میخواستم باور کنم که دمیر هیچ وقت بهت نمیگه. این که دمیر این همه مدت ازم مخفی کرده به حد کافی عجیبه. نباید در مورد گذشتم بهت چیزی میگفتم. به نظرت لروکس کی درست میشه؟ یعنی تقریبا این رفتارش تا کی ادامه داره؟ حق داشتی، این زخم تا خونریزی نکنه خوب نمیشه. برای همین نه